متاسفانه ما میبینیم بعضا وقتی که دختر به دنیا میآید همون فال شوم میگیرن و مادر را گناهگار میکنن، او را تحقیر و توهین میکنن، چی شوهری این زن، چی خوشتامن، چی قیسنگل ها. بعضا این چیزا ما در جامعه میبینیم. این نادرست است، نادرست است. این بزرگترین نوع ظلم است. وقتی که مادر حق اختیار ندارد، ایرا الله سبحانه و تعالی او را خلق میکند. از مادر هم سوال نمیکند که دختر میخواهی یا پسر. هر چیزی که خودش میخواه الله همو را برای ما و شما میده. پس گناه مادر در چیست؟ وقتی که مادر گناه نداره او را تحقیر و توهین میکنن یا اینکه طلاقش میکنن، از خانه بیرونش میکنن، این بزرگترین نوع ظلم است، بزرگترین نوع ظلم. و البته ظالم پیش الله رفتنی است و برای ظلم خود نزد الله جواب گفتنی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند ایاکم و الظلم، ایاکم و الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامه. گفتند من شما را هشدار میدهم، ترس میدهم از ظلم کردن، زیرا ظالم آنی که در حق یک مخلوق الله، در حق یک بنده الله ظلم میکند، الله در مقابل قیامت او را ظلمات میگرداند. پس ما تا جایی که توان داریم علیه این خرافات باید مبارزه ببریم. در جامعه ما این افکار و این خرافات وجود دارد. بعضا از بعضی هموطنان میشنویم وقتی که به آنها خبر میکنند که همسری شما دخترچه به دنیا آورد، شما دخترچه دار شدین، از شنیدن این خبر چنان ناراحت میشوند حتی کار به جای رسیده که بعضا طلاق میکنند و از همسر جدا میشوند. البته این اندیشه زمان جاهلیت بود. تا آمدن اسلام بعضی ها به این اندیشه بودند که اگر در خانه دخترچه به دنیا آید، یعنی دخترچه دار شوند، این سبب از بین رفتن برکت و سبب قشاقی می شود. البته این اشتباه است. اسلام آمد این افکار را از بین برد و باطل کرد. دخترچه دار شدن یا پسرچه دار شدن این به قضا و قدر الهی است، این تدبیر الهی است. پس چگونه یک مسلمان، یک شخصی که میگه من مسلمان هستم، در اعتراض به قضا و قدر الهی میکنه؟ اصلا مادر حق اختیار نداره. این به قضا و قدر الهی است، این به تدبیر الهی است. مادر حق دخالت ندارد، حق اختیار ندارد. پس گناه مادر نیست که همه قهر و غضب بالای مادر میریزند. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. الله به هر کسی که خواهد دختر عطا میکند و به هر کسی که خواهد پسر عطا میکند و این خواست الله هست، اختیار الله هست، تدبیر الله هست. البته آنهایی که اعتراض میکنن آنها از فلسفه و حکمت زندگی بیخبرند. از فلسفه و حکمت زندگی بیخبر هستند. دختر این نعمت است. حتی همین آیت قرآن که خواندیم یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور، بعضی از علما گفتند که در اینجا الله سبحانه و تعالی اول نام دختر را گرفت. پس این دلیل بهتر بودن دختر است، دلیل بهتر بودن دختر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت صحیح است، بخاری و مسلم روایت کرده، گفتند من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیهن کن له سترا من النار. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند الله به هر شخص دختر دهد و این پدر در حق دخترش، در حق دخترانش
نکویی کند، یعنی تربیه خوب به آنها دهد، نکویی کند. این دخترکان روز قیامت سبب نجات پدر از آتش دوزخ میگردند و این خصوصیت دختر است. پس برادران عزیز، به هیچ وجه وقتی که دخترچه دار میشویم ناراحت نشویم. ما نمیفهمیم که حکمت کجاست.